اولین مشت مهمترینه چون شاید آخرین فرصتت باشه. چیکار داری میکنی؟ بیا سر جات ببینم. ابوالفضل بدو بیا. سایما هم اسماعیل سایما زهر ما هم اسماعیل وایسا ابوالفضل سایما سنسرو بیرونه های فکر شکار متو کیپ یک دست میاد رو شال بند دو پای راست میده عقب سه دست عوض میشه دست راست ضربه میزنه یک دو برو گم شد تو به درد کتک خوردن میخوری برو همونجا بازی تو ابوالفضل ببین دستا همزمان با هم باز میشن یعنی جدا نمیشه همزمان و تهش قفل میشن با هم حالت شلاقی خب با هم چند تا میزنی یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده سعی کن شونه تو تکون ندی وقتی ضربه میزنی شونه ثابته و صافه و زمانی که میخوای ضربه بزنی دستت قفل میشه یکم هم آخرش آرنجت خمه تا مفصل آسیب نده بزن باریکلا درست